گندلات شیراز که یک شبه همه زندگی و آبرویش را باخت. سلام دوستان عزیز، به جنایلند خوش آمدید. امروز هم کنار شما هستیم با یک پرونده پرپیچ و خم و مرموز دیگه. لطفاً قبل از هر چیزی برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. بریم سراغ پرونده امروزمون. در شهریور سال 1403 شخصی با مراجعه به پلیس اداره آگاهی پرده از یک پرونده جنایی بزرگ برداشت و همه را شوکه کرد و گام او باعث دستگیری یک گروه خلافکار بزرگ در تهران شد که اگر دیر دستگیر می شدن جنایتی بزرگ را در کل کشور رقم می زدن. اسم این شخص مجتبی بود و ظاهراً در یک گروه خلافکار فعالیت می کرد. و اما نکته عجیب این بود که چرا خودش با پای خود به اداره پلیس می آید. پلیس اوایل شک می کند که نکنه پشت این کار هدفی وجود داشته که یکی از اعضاشون به آنها مراجعه کرده، ولی صحبت‌های مجتبی به آنها اطمینان می دهد که او برای حس انتقام به پلیس مراجعه کرده. مجتبی مورد آزارهای زیادی قرار گرفته بود و آبرویش در میان تمام افرادی که میشناخته به باد رفته بود و فیلمهایش دست به دست توی شهر میچرخیدند و او به اداره پلیس اومده بود تا مدرکی داشته باشد و ثابت کند در حق او نامردی انجام دادن که تاکنون در ایران هم سابقه نداشته. او در اعترافات خود چنین میگوید: سالهاست که با این گروه کار میکردم و دست راست سلمان خان یا همون رئیس گروه بودم، اما رفته داشتم از اون پیشرفت میکردم و بین گروهمون محبوب تر میشدم و باندمون هم روز به روز قوی تر بود و بزرگتر میشد، به طوری که چند نفر به هم پیشنهاد دادن تو از سلمان خان قوی تر هستی و حرفت اعتبار بیشتری داره، تو رو جایگزین اون کنی. اوایل مخالفت میکردم، اما کم کم خودمم بدم نمی اومد که جای سلمان خان رو بگیرم و همه ازم حساب ببرم، اما نمیدونستم که این رویا پردازی چه قیمتی برام داره و این حرف هم به گوش سلمان خان رسیده بود و موجب حسادت اون به من و نوچه‌ای که زیر دستش بودم شد. یه روز در حال بسته‌بندی یه سری از وسایلی بودیم که میخواستیم از مرز خارجشون کنیم. سلمان خان منو به بهانه اینکه باید اینجا بمونم پیش خودش نگه داشت و نذاشت که همراه بقیه گروهمون از مرز به پاکستان برم. اوایل شک نکردم و گفتم چون شاید دست راستش هستم و به هم نیاز داره خواسته که من اینجا در ایران کنارش بمونم. اما بعداً متوجه نیت شوم و رفتارهای مشکوکش شدم. بعد از خارج شدن گروهمون و خارج کردن مواد از مرز من موندم با سلمان خان، با چند تا از زیر دست‌های وفادارش که قسم وفاداری بهش خورده بودن. برام عجیب بود که چرا منو با اینا نگه داشته و حتی یکی از اونا رو هم نذاشته برم. تازه تمام ماجرا از اینجا شروع میشه. تو خونه بودم و پیغامی رو از سمت سلمان خان دریافت کردم که نوشته بود باری رو که به خارج از مرز فرستادیم به مشکل برخورده و خودم هم نمیتونم برم رسیدگی کنم و تو باید این کار رو انجام بدی. و نکته قابل شکش این بود همیشه زمانی که این جور مشکلی پیش می اومد خودش میرفت و به شخصا رسیدگی میکرد. نمیدونستم چرا این بار داره منو میفرسته. میگفت من اونقدر بهت اطمینان دارم، میدونم که میتونی این کارو به درستی انجام بدی و با موفقیت برگردی. تا اینکه با چند تا از افرادش پیاده راهی مرز شدیم و قصد داشتیم به صورت پنهانی شبانه از مرز خارج بشیم. اما در بین راه احساس کردم یکی یکی میخوان از من جدا بشن یا بهانه می آوردن که ما دیگه نمیتونیم راه به این بزرگی رو ادامه بدیم و هر اتفاقی که میخواد بیفته. یکی که نقشه راه دستش بود و راهنما بود منو به یکی از بیابانهای اطراف مرز کشوندن. چند نفر دیگه هم همراهش بودن. هرچی گفتم اینجا مرز ایران و پاکستان نیست گوش به حرفم نکردن. گفتن از این به بعد هرچی که ما میگیم باید بگی چشم. منم هیچی نگفتم و اون لحظه نفهمیدم میخوان چه بلایی سرم بیارن.
هرچی التماس کردم که میخواین چی کار کنین فایده نداشت. اونا قصدشون صدمه زدن به روح و روان و آبروی من بود، نه کشتنم. دیگه نتونستم مقاومت کنم. همه گوشیاشون رو در آورده بودن و از التواس ها و زجه و گریه هام شروع کردن به فیلم گرفتن. حدود 5 نفر داشتن از من فیلم می گرفتن. منم که دیگه خودم رو باخته بودم. تا اینکه یکی از افراد گروه گفت با صدای بلند باید بگی سلمان خان من اشتباه کردم، من غلط کردم. تا اینکه هرچی رو میخواستن اجرا کردم و اونقدر منو زدن که همونجا بیهوش شدم. چند روز بعد توی خرابه ها به هوش اومدم. پاها و چشمام رو بسته بودم و نمیدونستم حتی کجا هستم. هرچی در زدم کسی درمو باز نکرد. میخواستم از گرسنگی و تشنگی بمیرم. تا اینکه بعد از چندین ساعت یک نفر در رو باز کرد و وارد شد و چشامو باز کرد و پاهام رو باز کرد و یک لیوان آب سرد ریخت روی سرم. گفت میتونی بری، ولی اگر از این ماجرا کسی بویی ببره دیگه جونت پای خودته. سلمان خان هم گفته این پیغام رو بهت برسونم. از مادر زاده نشده کسی بخواد جای منو بگیره. از اون روز به بعد من تقلا کردم تا بتونم پیدا کنمشون و انتقامشون رو بگیرم، اما نتونستم و باعث شد که به شما پناه بیارم. میترسم بلایی رو که سر من آوردن سر افراد دیگه هم بیارن. اونا نقشه های بزرگتری دارن و هنوز هم دارن به کارهای پلیدشون ادامه میدن و اینجوری من تا اون دارم مدیون کسایی هستم که اینو بهشون نگفتن. پلیس تمام گزارشات رو کامل می نوشت تا بتواند سرنخ‌هایی رو از این گروه خلافکار به دست بیاره و به موقع و قبل از رسیدن محمولشون به مرز اونا رو دستگیر کنه. یه سری از اطلاعات مخفیانه دیگه مجتبی در اختیار ماموران پلیس قرار داده بود که حاکی بر این بود این گروه نه تنها او را قربانی کردند بلکه افراد و دختران دیگری را هم قربانی اهداف شوم خودشون کرده بودند و چندین پرونده دیگه بعد از اعلام مجتبی به اداره آگاهی برملا شد و همه شکایت داشتند که بله برای ما هم این اتفاق از سمت این گروه افتاده. پلیس دست به کار شد تا بتواند هرچه سریعتر این گروه جنایتکار و خلافکار رو دستگیر کنه و اونا رو به اشد مجازات برسونه. تا اینکه در آخر شهریور ماه در نزدیکی مرز ایران و افغانستان در حال بارگیری محموله بودن همه رو دستگیر میکنن و آنها را در بیابانها میدوانند تا بتوانند به اداره پلیس منتقل کنند. متاسفانه رئیس گروه سلمان خان به ترکیه فرار می کند و نمی توانند او را دستگیر کنند. اما سایر افراد گروه و کسانی که در حق مجتبی و سایر افراد دیگه ظلم کرده بودند رو دستگیر می کنند و به اداره آگاهی منتقل می کنند. گرچه پرونده خود مجتبی هم سنگین بوده و کارمای اعمال خودش رو پس داده بود، اما چون با پلیس همکاری کرده بود بخشی از مجازاتش تخفیف خورده بود و در آخر شهریور با توجه به رأی دادگاه همه آنها به حبس ابد محکوم شدند و جنایاتی رو که انجام داده بودند حقشون مرگ بود. اما قاضی پرونده این چنین دستور داد: